الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا تعلیم گرفتن علم های دنیوی به مانند فیزیک، شیمیا یا گراماتیکا و دیگر علم هایی که به مانند مهندسی یا بگیم انجینیر، دوریدگری، عموما البته دوریدگری که این کسب است، اما علم های مثلا ادبیات و زبان شناسی، علم هایی که در وی علم کفری وجود ندارد، کفر وجود ندارد، به مانند حقوق شناسی، دموکراسی نیست یا که دیگر علم های کفری نیست. یک علمی عادیه که بعد از این علم را آموختن انسان میتواند که یک اختراع به وجود بیارد، طبیعت شناسی یا و غیره. آیا همچنین علم های دنیوی که یگان ضدیت به شریعت ندارد آموختنش جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته به اجماع تمام علما آموختن علم هایی که به شریعت ضدیت ندارد این مستحب است، یعنی خوب است اگر برای پیشروی مسلمان ها این علم را آموخته شود. بارک الله فیکم. یعنی اصل برای پیشروی زندگی و برای پیشروی یعنی جمعیت مسلمان ها باشد. بارک الله فیکم. پس به یک شرط که این علم مخالف شریعت نباشد، جایز است که ندارد. و این چنین شرط دیگر که انسان موحد باشد، یعنی اول انسان از الله سبحانه و تعالی با خبر باشد، از رسولش با خبر باشد، از دین با خبر باشد، مسلمان باشد، موحد باشد، و بعد از این میتواند که یک علم دیگری را که از علم دنیوی هست برای دریافت رزقش تعلیم بگیرد. با که ندارد. البته موحد بودن واجب است، اصول دین است. بعد از این از شرک دور بودن و بعد از این واجبات را به جا آوردن، به مانند نماز خواندن و رکنهای اسلام و از محرمات دور شدن، این انسان مسلمان است. پس برای پیشرفت جمعیت و برای پیشرفت زندگی خودش میتواند که علمی را تعلیم بگیرد. بارک الله فیکم. اما کسی که علم دنیوی را تعلیم میگیرد از علم های حرام استفاده میبرد، به مانند علم های حقوق شناسی که مشغول به قانون سازی و قانون آموزی هست، یا که به مانند علم های سحر و جادو، و البته این علم ها حرام است، آموختن علم ها حرام است. یا که یک پدر و مادر فرزند خود را به علم دینی تعلیم میدهند و مقصد این دنیا را علم دینی میدانند، علم خطا کردیم البته علم دنیوی میدانند. یعنی یک پدر و مادر مقصد این دنیا را، پیشرویش را، خرسندی زندگی را در علم دنیوی میبینند. البته این کفر است و این خطا است، نباید این چنین تعلیم داد. سبحان الله، ما امروز بسیار به پدران و مادران ملاقات میکنیم که فرزند خود را مجبور میکنند که در فلان جای کفری یا غیر کفری بخونند، نه نصیحت بر نماز، نه نصیحت بر توحید، هیچ از این مسلمانی چیزی نیست، نشانه نیست، و فقط میگن خون آینده تو همین است. البته این چنین تعلیم دادن غلط است. ما میگیم همان وقت علم آموختن علم دنیوی جایز است که به عملهای دینیش ضرر نکند. مثلا به نماز، پیش نماز را نگیرد، یک از توحید، از موحد شدنش دور نسازد. برای همین شرط اول موحد بودن، عملهای اسلامی رو به جا آوردن، و بعد از این میتواند که علم دنیوی را تعلیم بگیرد. بارک الله فیکم. یا که هر دو علم رو پهلوی همدیگر آمیخته بکند، پهلوی همدیگر آمیخته بکند، یعنی هم علم دنیوی و هم علم دینی یک جای بالا رود، یک جای بالا رود. پس اما این سیستم مکتب هایی که امروز در زمین های دارالکفر است، میبینید که همه اش مخالف شریعت است. در این چنین سیستم ها تعلیم گرفتن البته درست نیست، جایز نیست.
дар системаҳои куфре ки имрӯз мебинед аз синфи 1 то 11 ғайр аз чизҳои бефоидаи ахмақона дигар чизе таълим намедиҳанд. На тавҳид аст, на имон аст, пур аз куфр аст. Инчунин ҷойҳо пур аз куфр аст. фарзанди худро набояд бо ин тариқа илми дунявӣ омӯзонд.